وقتی به من زنگ میزنین من زیر 5 ثانیه جواب نمیدم، خواهش میکنم زودتر تلفن رو قطع کنین. من میخوام برم اکسپلور، میخوام برم استوری بذارم، گوشی دست موی تو زنگ آشغالتان قطع چه ول کن دیگه. وقتی زیر 5 ثانیه جواب نمودم یه جواب نمودم، ولی مو تو مستراب، حمام، سر قبر، سر خاک، سر رستوران، غذا خوردن، شام، تلویزیون، سریال، همیشه تو اکسپلور در حال چرخیدنم. جواب نمودم این ازت بدم میه. واضحه دیگه. واضحه. من برم دیگه. کجا؟ دستشویی. میای دیگه؟ نه دارم میرم بمیرم. چه سوالیه؟ اوکی تو دستشویی جواب بده، زنگ زدم. دستشویی هم زنگ چی؟ از کجا معلوم یکی رو قایم نکردی؟ کجا قایم کردم؟ نمیدونم، میدونستم که اون سلیته رو پیدا میکردم خودم گیساشو میکندم. تو خونه ای خودت. بعد تو سیفون قایمش کردی. مگه قرص توالت فرنگی؟ خودت برو تو سیفونو بگرد. آها تا میرم بگردم بفرستیش بره. کجا معلوم اینجا نیست؟ چی؟ خب کسی باشه میبینیش. شاید نامرئی میشه. از تو اول هیچی بعید نیست. یالا سرعه سریعتر بابا، این نظامی ها ایرانی بفهمن داریم کشتیشونو پاره میکنیم پارمون میکنن ها. نه به به سعادت گوشت گرم اماراتی چه صفایی بکنی. اکبر اینا خیلی کوچیکن، سیر نمیشیم که. نه خب اینجا تنبه بزرگه، کوچیک نشون میدن. چی میگه؟ بهتون بگم ما باهاتون کاری نداریم ها. اما جون ما کار داریم. اصلا تو خاک ایران چه غلطی میکنی؟ داریم منطقه رو برای نظامی های ایرانی ناامن میکنیم. اشتیاق جان این منطقه رو خود ایران ناامن کرده برای بقیه، بعد تو میخوای برای نظامیاش ناامن کنی؟ ما کارمونو بلدیم. وقتی ببینن کشتیاشون تو جزایر سیگان سولاخ میشه، دو دستی اینجا رو تقدیم ما میکنن. به پای وقت دو دستی کشتیاشونو تو سوراخ اکسیژنت نکنن. نه اصلا شما لیاقت این جزایر رو ندارید. باید دست امارات باشه تا به توسعه برسه. آره مثل تیم ملی فوتبالتون. چی میگه؟ راستی زمان زمان تو چی گروه بودید؟ اکبر یارم نبود، عراق زد حذفشون کرد. اصلا امارات رو به ایران ملحق میکنیم، اینا هم یه تیمی برای تشویق داشته باشن. بیا حیواناشون هم برای ما شاخ شدن. ای خدا، چون حیوان ایرانی از بعضی از آدم نماها با شرفتره. چی میگه؟ الان هم از خوردنتون پشیمون شدیم، چون سگ برای معدمون ضرر داره. نه حتی هیچ اتفاقی نمیفته. تضمینش با من، کارتون رو بکنید. والا ترامپ هم به نتانیاهو تضمین داره بود ایران نمیتونه کار کنه، ولی هنوز جای چکیک ایران خورده قرمزه. اون اسرائیل بود، ما اماراتیم. عجیبه، تا حالا نشنیده بودم کسی باباشو گردن نگیره. ای وای خستم کردید، بدتر سوراخ کنید بریم بابا. خودش اشتکی داره قایق ما رو سوراخ میکنه. کپ اغلو صیاد ایرانی مظلوم گیر آورده. حبیبی ببخشید مگه ناو نظامی نیستش؟ آخه ناو نظامی 3 متر در 5 متره. آتورا بیخیال، اینا اماراتی و پرتوسه تا حالا ناو جنگی ندیدن. چی میگه؟